شما بی ریشه اید، بی اصالتید، شما موجودات تهی هستید. اصولا در این گونه نظام ها که ظاهرا نظام های اعتقادی هستند، نظام های اعتقادی هستند که شما تصور میکنید چون این یک نظام ایدئولوژیکه و میخواد به شما بگه که اعتقاد داشته باش، کاری که این نظام ها میکنن اینه که توان باور شما به هر گونه اعتقادی رو از شما میگیرن. این دروغ بزرگ در درون این نظام ها که ما میخوایم شما رو معتقد کنیم به یک سری باورها. اصولا توان باورمندی رو از شما میگیرن. به همین دلیل هم است افراد طرفدار این گونه نظام های سیاسی افرادی هستند که به لحاظ فرهنگی تهی هستند، خالی هستند، بی پشتوانه هستند، حتی در همون دنیای دینی که دارن زندگی میکنن فارغ از سواد دینی هستند، خالی از سواد دینی هستند. میبینید که این آدم ها دانش ندارن اما مناسک به صورت و ظاهر ماجرا، یعنی اون فرم رو ممکنه رعایت بکنن، مثل این مغازه ها و این پاساژ هایی که میبینیم کاغذ زدن حجاب را رعایت کنین اما در درونش هیچ اتفاقی نمیفته از منظر رعایت حجاب. این به این معناست که در واقع شما مردمانتون رو تبدیل به مردمان بی ریشه میکنین، فاقد اصالت میکنین، اونها را از دنیای باورها و آرمانها تهی و خالی میکنین، بقا را واسه انسان ها مهم میکنین، فقط بقا یعنی صرف زنده بودن، زندگی را از جامعه میگیرین. به همین دلیل که آدرنو اون جمله شاکارش رو مطرح میکنه که در چنین جوامعی، در چنین نظام‌های اصولاً زندگی زنده نیست، زندگی زنده نیست، حیات اجتماعی ممکن نیست، نفس کشیدن انسانی ممکن نیست، تنفس ممکن نیست، نمیتونی نفس بکشی، نمیتونی احساس کنی، نمیتونی بفهمی، نمیتونی بشنوی، نمیتونی گفتگو کنی، قادر به تماشا کردن جهان نیستی. هدف این نوع سیاست عوض کردن ماهیت انسانه، عوض کردن ماهیت جامعه است و چون انسان و جامعه عوض نمیشن عملا شما گرفتار یک وضعیت جنون آمیزی، یعنی شما با سیاست های گرفتارین، آشنایین، روبرو میشین که فکر میکنین منطق جنون بر اینها حاکم هست.